میخوام کباب لقمه درست کنم با ایرفرایر. دستورش رو برام میبینم. بریم شروع کنیم. اول پیاز توی اینم رنده کنیم. الانه که از چشم آب بیاد. پیاز آماده شد. گوشتم بذاریم. تقریبا یه 350-400 گرم گوشته. گوشت گوسفندی. و ادویه هم فلفل قرمز، فلفل سیاه، سماق و نمک. حالا به اندازه دلخواه بریزید دیگه. اگه تند دوست دارید فلفلش رو بیشتر کنید. خب گوشت رو ورز بدیم چند دقیقه که رنگ گوشت تغییر کنه و بعد بذاریم گوشت استراحت کنه. که بذاریم یخچال. خب برنج رو بشوریم و دم بذاریم. بره که پخته بشه. تیل بذارم که روغنش نریزه، آبدار بشه. اوکی. چی شده؟ چه شده؟ جبارسینگ اومده. ای بابا این مردا چشونه؟ نبودنشون یه قصه، بودنشون هم اینجوری. این بچه خوشحال بود جمشید خانم حتما بهش زنگ کرده. من دمخش روزی میفهمی چی بگی؟ بابا پدر قربون تو برم. اگه منم بچه داشتم خب جمع داری؟ خجالت بکش سر پی. باز من میگه پی. ببین میرم زن میگیرم. آقا جمع بچه نشستی اینجا. خب آماده شد. دما تقریبا 180 و حدودا 15 دقیقه. حتی وسطش باید اینو برگردونم. گوجه آماده کنیم کبابی. اینجوری خراش میندازم بعد میذارم توی دست. به به چی شده؟ اوف داغه. عالی. آهای عالی. خالیش کنم. خب حالا گوجه ها رو بذارم. گوجه ها رو زیاد کنم و 200 بذارم. عالیه. مغز پختم شده. نوش جون.